علم داد بگی ما را خارج بخوای هر روز با نمیکنی. خارج چی میکنی لالا؟ ما ممیال تو گریزان هستیم، میگم پندکای ما رو بگیریم بخیر بیایم کابل. اقا که تو که وطن هستی چرا نمیایی؟ چی بابا میایم صحیح میایم. بله تو بته صدای بچت میاد لالا، تو بته چی میگه؟ ما بگی سعی کن بچم چه میگه کشو کوب دارم. سلام بیادر زاده چطور سلام هستی؟ کاکا. چی میگفتی تو موبایل کشو کوب داشتی؟ کاکا بچه؟ گفتم پیسه خورایی نمیکنی بگی سرید از یک چند روپا کارت روان کن. والا بچه از این اپلیکیشن ها که من کارت رایی میکنم یک کد فیس اضافه میگیر از من. نه کاکا یک اپلیکیشن پیدا کردیم قیمتش 4 برابر از دیگه برنامه که ارزان است. نامی برنامه چیه؟ اپلیکیشن به نام شاد آنلاین است. والا باز برات روان میکنم سعیز برو باز روان میکنم برات. کاکا تو هر دفعه نمه تو میگی باز روان والا نمیکنم. شما بیادر زاده هیچ به دلیل به کاکای تان زنگ نمیزنی دق نمیاره. خو خیر حالی که یک تخفیف کلان داره برات رایی میکنم دیگه بگی بیا. کارت حواله شد. اپلیکیشن شاد آنلاین ارسال خوشی است. اگه شما میخواین به فامیلایتان در افغانستان در سرید کردیت کارت روان کنین و دلشان خوشحال بسازین، پس اپلیکیشن شاد آنلاین بدون اینکه ازتان کدام هزینه اضافه بگیره در خدمت شماست.